مسئله دوم فی تحدید الصلاة التي یجوز فیها قصر، در معین کردن نمازی که در آن قصر خواندن جایز و رواست. پس نمازی که در آن قصر کردن قصر خواندن جایز و رواست این نمازهای 4 رکعتن به مانند ظهر، پیشین، عصر و خفتن. این 3 نماز. اما نماز بامداد و نماز مغرب یعنی شام با اتفاق علماها اینا پورا خونده میشوند، اینا قصر نمیشوند. اینا 2 رکعت نماز بامداد 2 رکعت است و نماز شام 3 رکعت است، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان عمل کردند. و همچنین از گفته عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم میگه فرض الله الصلاة علی لسان نبیکم فی الحضر 4. الله سبحانه و تعالی با زبان پیامبر شما در حالت مقیم هنگامی که انسان در خانه بودنش در سفر نیست 4 رکعت فرض قرار داد، پیشین و عصر و خفتن. و فی سفر رکعتین، و در سفر 2 رکعت. روایت مسلم تحت رقم 687. و این حدیث هم نشان میدهد که تنها نمازهای 4 رکعتی 2 رکعت کرده خوانده میشوند.